به نام خداوند بخشنده مهربان. بینندگان عزیز، حلقه امروزه ما در اطراف یکی از صحابگان بزرگوار حضرت ابو ایوب انصاری خواهد بود. نام اصلی این صحابه بزرگوار خالد ابن زید است. یک قصه بسیار هم تأثیرناک دارد و قصه شان چنین است که زمان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم از مکه مکرمه به سوی مدینه منوره هجرت کردند و زمانی که بر مدینه منوره رسیدند، هر نفر از سرداران مردم مدینه و از رئیس‌های مدینه منوره می‌خواستند که پیامبر گرامی اسلام را در خانه خود مهمانداری کرده باشند و پیامبر گرامی اسلام در خانه آنها مهمان گشته باشد. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر آنه که کسی رنجیده نباشد فرمودند که همون شتر خودشان را گذارند تا جایی را که انتخاب کند همونجا هم مسجد کرده شود، هم در اطراف مسجد بر پیامبر صلی الله علیه و سلم خانه بنیاد کرده شود. این شتر یک جایی را انتخاب کرده نشست و در آنجا شروع کردند مسجد را بنیاد کردند و تصمیمشان این شد که پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه همین صحابه که ما در اطرافش درباره او صحبت داریم در خانه این باقی مانده باشد. و چه خوشحالی است، چه زیباست وقتی که پیامبر گرامی اسلام مهمان نفری گشته باشد. و مورخین میگویند ابو ایوب انصاری چنان خوشحال گشت که اگر همه خزینه های دنیا، همه مال های دنیا را براش داده میشد، این مقدار خوشحالی در او دیده نمیشد. و ابو ایوب انصاری پیامبر صلی الله علیه و سلم را در خانه خود جا کرد و خانه ابو ایوب عبارت بود از دو طبقه و بر پیامبر صلی الله علیه و سلم پیشنهاد کرد که هر طبقه را که خودشان لایق می‌دانند در آنجا زندگی کرده باشند. پیامبر گرامی اسلام طبقه اول را انتخاب کرد. زمانی که اونجا قرار گرفت، زمانی که شب شد، ابو ایوب انصاری در طبقه دوم قرار گرفتند. نزد همسر خود آمدند، گفتند که همسر من، ما بر پیامبر صلی الله علیه و سلم چی کردیم؟ مقصدشان این بود که طبقه دومی که اونها قرار داشتند اون زمان بالاپوش خانه ها چنین زمانی ما نبود، بلکه در اون زمان از همون خاک و لای کرده شده بود و امکانیت داشت که بر بالای پیامبر صلی الله علیه و سلم چنگ و غبار رسیده باشد. به این خاطر به همسر خود گفت که ما رحمت للعالمین را، پیامبر گرامی اسلام را در خانه جا کردیم و در این جایی که ما هستیم برای خودشان لایق ندانستند که در طبقه دوم باشند و پیامبر صلی الله علیه و سلم در زیر آن خوابیده باشند. تا صبح هم ابو ایوب انصاری و هم همسرشان خواب نکردند. وقتا صبح شد، نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند، گفتند یا رسول الله، از ترس آنه که بر شما خاک یا چنگ نریخته باشد ما شب خواب نکردیم و بهتر از آن است که شما طبقه دوم گذاشته باشید. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که نزد من مردمی که زیارت می آیند زیادند، بگذار که شما در طبقه دوم باشید و ما در همین پایان، یعنی در طبقه اول زندگی کرده باشیم. یک مدت از بین گذشت که یک روز سرد شد و روز بارانی و در اون روز باران آمد و امکانیت بر آن بود که همون آب بر رخساره پیامبر صلی الله علیه و سلم ریخته باشد. ابو ایوب با همسرش هر چیزی که در خانه داشتند اون را گذاشتند در بالاخانه تا بر پیامبر صلی الله علیه و سلم کدام آب یا چنگ و غبار نرسیده باشد. زمانی که صبح شد، نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند، این قصه را کردند و از پیامبر صلی الله علیه و سلم خواستند که اونها طبقه دوم گذاشته باشند و پیامبر صلی الله علیه و سلم
پیشنهاد ابو ایوب انصاری و همسرش را رد نکردند. این یک قصه کوتاهی که از اکرام کردن ابو ایوب بر پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. تقریبا 7 ماه پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه ابو ایوب انصاری مهمان بودند. دوستان عزیز، یک درسی که از این قسمی از قصه گرفته می شود این است که ببینید که هم ابو ایوب انصاری و هم همسرش برای خود خواب را جایز ندانستند، حتی خواب نکردند که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم بر مهمان خود ضرر نرسیده باشد. امروز می شود که مادران ما، خواهران ما از این عبرت بگیرند که اکرام و احترام مهمان را داشته باشند و این چنین احترام کلانسال و احترام پدر و مادر شوهر هم در این داخل می شود که خدمت آنها را کردن چنین است که انسان برکت پیدا می کند. و ببینید که همسر ابو ایوب انصاری بر پیامبر صلی الله علیه و سلم چند مدت تقریبا 7 ماه خدمت کردند، طعام آماده کردند و نامشان در تاریخ گذاشته شد تا به امروز میلیون ها نفر در حق این نفر دعا میکنند و این نفر از ثواب زیاد برخوردار شدند. این یک قسمی از قصه ابو ایوب انصاری بود. قسم دیگرش این است که حضرت ابن عباس روایت میکند که یک روز حضرت ابوبکر رضی الله عنه از خانهشان بیرون شدند، به سوی مسجد آمدند که در آنجا حضرت عمر را دیدند و حضرت عمر از حضرت ابوبکر پرسان شدند که چی شد که شما در این ساعت گرمای روز بیرون شدید؟ حضرت ابوبکر گفتند که گرسنگی است که مرا از خانه بیرون کرد و حضرت عمر هم چنین گفتند که مرا همین است که گرسنگی مرا از خانه بیرون کرده است تا به مسجد آورده. و بعد از یک مدت یک لحظه پیامبر صلی الله علیه و سلم خارج شدند و این 2 نفر را دیدند که حضرت ابوبکر و عمر در مسجدند و از آنها پرسان شدند که چی چیز شد، چی سبب شد که شما اینجا آمدید در این گرمای روز؟ اونا گفتند که یا رسول الله گرسنگی ما را از خانه بیرون کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که خداوند داناست و شاهد است که منم همین گرسنگی است که از خانه بیرون کرده است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که یک جا می رویم و حضرت ابوبکر و عمر را گرفتند خانه همین صحابه که در باره اون قصه داریم ابو ایوب انصاری آمدند. وقتی که همسر ابو ایوب انصاری پیامبر صلی الله علیه و سلم دید و بر اون مرحبا خواند، گفت یا رسول الله بفرمایند یا رسول الله و اون نفرانی که با تو هستند. و این سخن را وقتا که ابو ایوب شنید در حال در نزدیکی بود و آمد نزد پیامبر و خوش آمدی کرد که یا رسول الله خوش آمدند و اون نفرانی که با تو هستند و از حال پیامبر صلی الله علیه و سلم از حال اون خبردار شدند که رسول الله صلی الله علیه و سلم گرسنه ماندند با حضرت ابوبکر و عمر و گفتند که یا رسول الله شما کم انتظار باشید و رفته یک شاخه درخت خرما را که در اون شاخه هم خرمای پخته شده و هم خرمایی که غره است و هم خرمایی که حال نیم پخته است او را یک شاخه را کنده بر نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آوردند و گفتند یا رسول الله حالا من بر شما یک ذبح دیگر میکنم. در این حالت که پیامبر گرامی اسلام گرسنه بودند و این چنین یارانش، پیامبر صلی الله علیه و سلم این را نظر نکرده و به ابو ایوب انصاری فرمودند که اگر ذبح میکنی پس همون چاروایی که شیرده هست اون را ذبح نکن. در همین ساعت هم پیامبر صلی الله علیه و سلم رحم بر حیوان نکردند. این رحمت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. و ابو ایوب انصاری و همسر خود فرمان دادند که نان پخته باشند و خود یک بزغاله را ذبح کردند و نصف این بزغاله را پخته کردند و به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش آورده گذاشتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از آن که تناول کنند یک نان را گرفتند و بعضی از همان گوشتی که پخته شده بود در داخل نان گذاشتند و گفتند که اینا بر دختر من فاطمه برده رسان، زیرا چندین وقت است که فاطمه دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی تناول چنین نکردند. و بعد از آن
پیامبر صلی الله علیه و سلم هم از اون خرماها و هم از نان پخته شده و هم از این گوشت استفاده کردند با بسم الله و با الحمدلله و به سوی یاران خود یک جمله عجیبی را پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که والذی نفسی بیده، گفتن قسم به ذاتی که جان من در قبضه اوست، ان هذا هو النعم الذي تسألون عنه یوم القیامه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که این نعمت است که روز قیامت از این پرسیده خواهد شد. دوستان عزیز، پیامبر صلی الله علیه و سلم در همین حالت فراموش نکردند و ببینید در دوام گفتند که اگر بر شما چنین نعمت خداوند ارزانی می دارد، شما با بسم الله او را شروع کنید و وقتی که از آن تناول کردید و سیر گشتید با حمد خدا و این نعمت را از جانب خدا دانستن شرط است. یعنی این را پیامبر صلی الله علیه و سلم برای امت تعلیم دادند. ببینید دوستان عزیز که بر این خدمتی که این مادر بر پیامبر صلی الله علیه و سلم کردند، برای پیامبر صلی الله علیه و سلم هم خانه خدا بخشیدند. برای پیامبر صلی الله علیه و سلم 7 ماهی که در خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، تمام طعام برای پیامبر هر چیزی که داشتند آماده می‌کردند و تا زمانی که پیامبر تناول نمی‌کردند اینها خودشان تناول نمی‌کردند. این بود خدمت این مادر. و دیگر عبرتی که ما باید از این قصه آموخته باشیم دوستان عزیز این است که ما در قبل از حیات حضرت انس بن مالک خواندیم که اونها هر صحابه که خوانده می شود یک چیزی را برای خدا و برای دین خدا بخشیده کردند. حضرت انس بن مالک مادرش رمیسا آمده فرزند خدا برای پیامبر صلی الله علیه و سلم هدیه کرد و حضرت ابو ایوب انصاری رو ببینه که خودشون و همسرشون هر چیزی که در خانه داشتن بر پیامبر صلی الله علیه و سلم هدیه کردند. از خود یک بار سوال کرده باشیم که برای دین خدا ما چه چیزی را هدیه کردیم. می شود که هر نفر مال دارد به خاطر خدا، به خاطر دین خدا مال خدا هدیه کرده باشد. اگر نفری که وقت دارد وقت خدا در علم صرف کرده باشد. اگر نفری که سخن خوب دارد به سخن خوب. هر یک انسان باید از این عبرت گرفته باشیم که به مانند اصحاب پیامبر یک چیزی را برای دین خدا بخشیده باشیم. پیامبر گرامی هر کسی که به او خوبی میکرد، نکویی که میکرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم در حال نکویی او را برمیگردانید و این را به خود دوست می داشت. و زمانی که ابو ایوب اینقدر اکرام را برای پیامبر صلی الله علیه و سلم روا دید، فرمانش کرد که فردا به خانه پیامبر آمده باشد تا این نکویی او را پیامبر صلی الله علیه و سلم نکویی دیگر برایش هدیه کرده باشد. و فردا ابو ایوب انصاری نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در عوض اکرام ابو ایوب یک غلام زنی را برای او هدیه کردند و تاکید کردند که این غلام زن تا این زمانی که در خانه ما بود نفر خوب بود، نکوکار است، به این نیکی کرده باش. و ابو ایوب انصاری این خانه خود آوردند. همسرش وقتا پرسان شدند که این از کجاست؟ گفتند این را پیامبر صلی الله علیه و سلم در عوض همان اکرام بر ما هدیه کرد و با ما امر کرد که به این نکوکاری کرده باشیم. و به این خلاصه آمدند که بهترین نکوکاری ما بر این غلام همین است که این آزاد کرده باشیم و او را ابو ایوب انصاری به خاطر الله آزاد کرد. این قسم دیگری از قصه ابو ایوب. قسم آخری که ابو ایوب انصاری دارد این است که بسیار یک نفری که شجاع بودند در راه خدا نبرد میکردند. از زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم تا زمان حضرت معاویه رضی الله عنه در راه خدا نبرد کردند، در تمام غزوه ها اشتراک کردند و زمان او در زیر فرمان فرزند معاویه قرار داشتند که اونا سرلشکر بودند یزید و در نزدیکی های قسطنطنیه که استانبول امروزه رسیده بودند در یکی از نبردها و در اونجا بیمار شدند و از ابو ایوب انصاری پرسان شدند که اگر خواهند گشته به سوی مدینه روان شوند، اما ابو ایوب انصاری را رد کرد و گفت که خواهش من همین است که من در زیر دیوار قسطنطنیه یعنی استانبول قبر من آنجا باشد. چنین دعا را کردند، چنین خواهش را کردند و با لشکر فرمان کردند که
لشکر یعنی بسیار هم نازکبین باشند، بسیار هم دوربین باشند در این نبردی که هست. و این لشکر زمانی که از دنیا گذشت، ابو ایوب انصاری خداوند از اون رضا باشد، تا همون دیوار قسطنطینیه رسیده و او را در آنجا گرانیدند و تا به امروز قبر ابو ایوب انصاری در استانبول امروزه قرار دارد. دوستان عزیز، از این قصه باز هم اشاره بر این است که از این قصه هایی که صحابه ها کرده می شود نه تنها از قصه عادی باشد، بلکه از این ما درس گرفته باشیم و بخشیدن را آموخته باشیم که در راه خداوند از مال خود، از قوه خود، از هر چی که میتونیم در راه خداوند بخشیده باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.